بله، او آینه‌دار ما بود. همه کمبودی و موفقیت، برد و باخت و غم و شادی ما را نشان می‌داد. بالای صحنه می‌برآورد، به واسطه جهان‌نما نمایش می‌داد. اما خودش پس آینه می‌ماند. مردم او را از نامش، از کارش، از خدمت‌های شایسته‌اش می‌دانند، احترام می‌کنند. اما قریب همه غایبانه. چهره او برای بسیاری‌ها شناس نیست، چونکه او کارگردان است. کارگردان ساجده غلامова. این نام به همه مردم تاجیک شناس است. او بیش از 30 سال در خدمت مردم بود و قریب هر شب به واسطه اثرهای جالبش توسط تلویزیون مهمان هر خاندان تاجیک میگشت. اسپектاکل و نویلا، فیلم و کینواچر و دیگر نمایشنامه‌های مرتب ساخته او پسند عموم بودند. اما چند است که تماشابین تلویزیون تاجیک به نام او وانه می‌خورد. نمایشنامه‌هایش روی می‌آیند. همه مشتاق اوییم. نمایشنامه‌هایش را انتظار می‌شویم. کجاست او؟ چرا امروزها نمایشنامه‌هایش را پیشکش مردم نمی‌گرداند؟ برای چی خاموش است؟ ما همکاران هم به او دلگیر می‌شویم. در مشکلات‌های زیاد در می‌مانیم و به یاری و مددشان محتاج می‌گردیم. اما جای او خالی است در کارگاه و دست شفقتشان از سر ما دور. قریب نیم سال باز او در نفقه است. دور پیری می‌راند. نبیره یگانه‌اش را به کمال می‌رساند. ما به دیداربینی می‌رویم. او را باز روی صحنه به منبر تلویزیون می‌خوانیم. نور چشم بالای دیده این که تو یاد کردیتون چشم برات است. خوش باشید. من گمان کردم تماما فراموش کردیتون. من شما فراموش کرده میشود. ما چه خدمت؟ با مقصد نزد شما آمدیم که با نمایش نوبتی صحنه شما را دعوت کنیم. صحنه؟ یک چیز دیگر از که من سوگه نمیرم. کمتر سلامتی هم خودم برای همین اگر که امکانیت باشد در همینجا مرحمت به سوالهای شما جواب کنم به قدر امکان اگر توانم. نباشد نمایش رو از این نوع و دیگر نوع میگذرانیم. مثلا با کدام نوع؟ میگیم فکر میکنیم و چیزی که ساختیم نوع میگذاریم. مایلست یکان نومی کشی میمانید بکه خیلی اقلا شما که امروز در استراحت یک باره از محیط پرغوغای مردم سرکار و سرتشویش دست کشیده و خانه نشین شده. شما دلگیر نمیشوید در محیط خانه؟ میدونم من بسیار ببختم. من خودم را به نهایت خوشبخت حساب میکنم. آنقدر خدمت‌هایی که کردم برای ریپوبلیک برای تلویزیون تاجیک حالا بعضا میشینم خودم به خاطرم میارم بعضی کارهای خودم را و من بسیار پسند است. مثلا که من همه خدمت‌ها کردم و برای مردم خودم برای تاجیک خودم خدمت کردم. این است که این با مرور زمان حیات همیشه ساخته شده است که
خدمت میکنی بعد که کم اگر سن سال از کنار است باید استراحت کنی. شما چون هنرمند چون اکتریسا با صحنه قدم گذاشته سببی کارگردان شدنتون چی؟ سبب کارگردان شدنم این یکم اینکه وقتی که من اکتریسا بودم در تئاتر کار میکردم. اول من در تئاتر به نام کمال خوجندی به نام کورسی بود در شهر خوجند. همون گروپ کورسی مایه همه مایه به شهر خوجند به کار دعوت کرده بودن. بعد یک سال یکم که ما در اونجا کار کردیم بعد از آن به تئاتر لاهوتی آمدیم. لیکن آن وقت تلویزیون نو تشکیل شدگی بود. من در مسکو میدیدم وقتی در هر یک آشیانه تلویزیون ماندگی بود. من حیران میشدم که همه قدر آدم چه در درون هم قطعی میدار آمده باشد. آخه من سرفهم این چیزها نمیرفتم. من دختر دیهاتی آخر من از شما از تاجیکستان برآمدید در تاجیکستان تلویزیون نه آن وقت ما تصورات هم نداشتیم. بعدی که ما تمام کرده آمدیم یک سال پیش از تمام کردن ما در تلویزیون ما شنیدیم که در دوشنبه تلویزیون گشوده شده است. لیکن من آرزو داشتم که ای خدا من میشده باشد همه روزی که من روم من با کار قبول میکرده باشن یا نمی مایلش من میگفتم همین یکون کارکنی عادی باشدم. فقط من در همین تلویزیون یک بار خودم قوای خودم آموزم که من آزاده همین کار برآمده میتونم یا نه. متاسفانه یا خوشبختانه دیگه مگر خوشبختانه من آمدم از تئاتر برآمدم و تلویزیون به کار مرا آمدم با وظیفه یاوری کارگردان مرا قبول کردن. اون وقت اونقدر کارگردان ها بسیار هم نبودن، کم بودن. لیکن از وقتی نو تشکیل شدگی بود خیلی گفتن که اول از یاوری کارگردان کار فرض کنن. من یاوری کارگردان بودم لیکن با اسپکتاکل های کلان دست میزدم. میخواستم که اسپکتاکل های کلان مانم یک بار از جوانی های شما یادآور میشوید. از نقش اولینتون چون اکتریسا شما کدام نقش رو آفریدید و مخلصان و تماشابینان خود پیشکش کردید؟ از تئاتر خوجند سر کنیم چون که من همه جا سر کردم. نمیدونم من شما همچون کارگردان میدونم. بعد من همچون اکتریسا در تئاتر پوشکینی پیشتر خیلی ناظر کمال خوجندی از وقتی تئاتر موسیقی درامایی بود مسحکوی تمام کورسی مایه با اسپکتاکل های موسیقی دعوت کردم. یادم به هست اسپکتاکل روشن و زلخمار بود. این اثر ازبک دراماتورگش در خاطرم نیست. بعد عاشق غریب و شخصنه هم بود. من در آنجا نقش خواهر غریب بازی میکردم. شما باور میکنید که وقتی که ما بازی میکردیم اکنون پسنیارای ما اپای آیدینای عثمان و ممکن اون که شده باشن حاضر اپای معتبر ابراهیم و معلم ترفی مرحوم فرمان تاجی بای همسری اون کس تاجی بای و خیلی اینا بسیار بودن. اینا همه اکتورهای مشهوری ارتیستهای همون وقت ارتیستهای خلقی رسپوبلیکا که ما دین آمدگی و میتصویریم صحنه برای همینا بیچاره‌ها ما پشت کلیس و ما یاردن میدادن. پریجان یک ساعت چای ما میبخشیدن. اون کورسی که شما ختم کردید با فکرم در اون خورشیم گدای رحمتی محمود جان واحد در خاطر دارم در یک نقش از پیت انصاری رحمتی معلم انصاری اجاره نشیم من و محمود جان واحد اکیو خواهر بازی میکردیم. ما مادر اوگای داشتیم هر ما. این برادر من در یک شهری مسکو در کدام یک شهری بزرگ میخواندم. این معیدر من بسیار عذاب میداد. همینجا یک نقش ما بازی میکردیم. رحمتی محمود جان واحد مادر اوگای داشت در حیات در دست معین در کلانشدگی بود. وقتی که من بازی میکردم با سرود داشت و سرود میخواندیم با تئاتر موسیقی کردیم. وقتی که من سرود میخواندم و ناله میکردم و وقتی که برادرم آغوش میکردم تمام حسیات قطعی همین اشکم رویم میریخت. محمود جان همون حالت میدر اومد. رحمتی حالت میدر اومد چون که باید اثر گذراندگی بود همه چیزهایم. با درجه ما همه خود بازی میکردیم که
زال قرتک میزد ما از گره هیچ وقت آمده نمیتونستیم هدیمون که آخر همین بود که شما بسیار یک نسلی به خود صنعتکاران حبیب الله عبدالرزاق موقعی بود مریم ایسوی و فاطمه غلام و مکرمه کمال و تمر عبدالشکور و ناصر حسن و تورخان احمد خان و من به نهایت دوست می‌دارم این هم کرسی‌های خودمم تا حتی من نه تنها شما حتی ما هم باور دارم که تمامی تماشا می‌بینید وقتی که من به خاطر می‌بینم اشکم می‌بارد و می‌بخشید من تا حتی یک ممکن این از حال بیرون کمک باشد یک کنین مراتبه وقتی که من اسپکتاکل ماندم در تلویزیون من اکتورهای همین هم کورس‌های خودم دعوت کردم که در اسپکتاکل من بازی کنن اینا من اون وقت یاوری کارگردان من حقوق نداشتم که من اسپکتاکل مونم باقی من مخفی پنهانی من اسپکتاکل میموندم و بعد من من میگم خدایار امامیارو اون کس سر کارگردانی شعبه بچه ها هستم بسیار شخص مهربان این کس بعد میگرفتم از جهت تکنیکی به من تحویل کرده ایتر میبردم